السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با زیبا خوندن قرآن فرمودند زینوا القرآن باصواتکم، یعنی قرآن رو با صداهاتون زیبا کنید، به قرآن تغنی ببخشید، بهش زینت ببخشید، قرآن رو با صداتون تا جایی که جا داره قشنگتر و قشنگتر بخونید. از این جهت ما قصد داریم مختصر توضیحی داشته باشیم در رابطه با صوت و لحن و مقامات، انشاءالله به صورت سلسله وار. مقامات قرآنی در واقع به این معنی هستش که ما بتونیم معانی و مفاهیم قرآن رو توسط صدامون به تصویر بکشونیم، یعنی مخاطب با شنیدن نوا و ریتم و آهنگ صدای ما بتونه مفاهیم و معانی قرآن رو بهتر درک بکنه و اون رو بهتر بفهمه. مثلا در آیه‌ای که صحبت از بهشت و نعمت‌های بهشتی و خوشی‌های عاقبت کار خوب هست رو ما میتونیم با یه همچین نوایی بخونیم. مثلا ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. و یا آیاتی که صحبت از جهنم و عواقب و سختی های روز قیامت هست رو میتونیم با یه همچین نوایی بخونیم. یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. حالا با این دو مقطعی که تلاوت شد شاید تفاوتی بین آیه اول، مقطع اول با مقطع دوم رو متوجه شده باشید. از این که بگذاریم، علمای فن مقامات اومدن مقامات رو در مجموعه صنع بسحرک جمعش کردن، یعنی اسامی مقامات رو در این مجموعه جمعش کردن. صاد به معنای مقام صبا، نون به معنای مقام نهاوند، عین عجم، با بیات، سین سگا، ها حجاز، را مقام رست و کاف هم مقام کرد، که هر کدوم از اینها نوا و ریتم و آهنگ به خصوص خودشون رو دارن که انشالله سعیمون بر این هست که بتونیم در کلیپ هایی کوتاه و مختصر هر کدوم از این مقامات رو توضیح مختصر داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.